سلام دوستان، من بنفشه هستم و با یه اپیزود دیگه از کانال با صلح درونی کنارتونم. تو این کانال قرار نیست نسخه بهتری برای زندگی کردن پیدا کنیم. اینجا فقط قراره چند دقیقه از روزمرگیامون فاصله بگیریم و به بعضی از فکرهایی که سال هاست با خودمون داریم حمل میکنیم یه نگاه تازه داشته باشیم. پس اگه آماده ای با من همراه شو. چند وقتی دارم به این موضوع فکر میکنم که بعضی از دستاوردهای زندگیمون حاصل پیدا کردن یه جواب تازه نیستن. اونا میتونن از شک کردن به بعضی از جوابای قدیمیمون شروع شده باشن. مثلا اینکه از کجا مطمئنم چیزایی که درباره خودم میدونم واقعا حقیقتن، نه اون چیزایی که آرزو دارم حقیقت باشن یا چیزایی که دیگران سالها به هم نسبت دادن یا اونایی که هر روز بدون تردید درباره خودم تکرار میکنم. به نظرم عجیب ترین ویژگی ذهن میتونه این باشه که هر چقدر مدت بیشتری با یه فکر زندگی کرده باشیم ذهنمون کمتر بهش شک میکنه. انگار گذر زمان داره به این فکر را اعتبار میده بدون اینکه از خودمون بپرسیم اصلا این فکر از کجا اومده. خیلی از چیزایی که امروز درباره خودمون میدونیم شاید هیچ وقت واقعا کشف نشده باشن. فقط یه روز یه جای یه اتفاقی افتاده، یه کسی یه حرفی زده یا خودمون بعد از یه تجربه خیلی سریع به یه نتیجه رسیدیم و بعد همون نتیجه آروم آروم تبدیل شده به بخشی از هویتمون. مثلا من آدم کم جرأتیم. من همیشه انتخابای بدی میکنم و من زود وابسته میشم و نمیتونم تغییر کنم. احتمالاً این جمله ها روز اولی که استفاده شدن فقط توضیح یه اتفاق بودن، اما چون بارها تکرار شدن کم کم از یه برداشت ساده از یه اتفاق تبدیل شدن به یه حقیقت، یا دست کم چیزی که ما حقیقت فرضش میکنیم. حالا اینجا یه سوال دیگه به وجود میاد، اونم این که اگه بعضی از باورایی که امروز درباره خودمون داریم فقط نتیجه چند تجربه قدیمی باشن، اون وقت چقدر از تصمیمایی که امروز میگیریم بر اساس واقعیتن و چقدرشون بر اساس داستانی هن که سال هاست درباره خودمون تعریف کردیم. میخوام دقیقا راجع به همین موضوع کتاب معرفی کنم که چراغای زیادی تو ذهن من روشن کرد. اسم این کتاب هست دوباره فکر کن. اولش تصورم این بود که اینم مثل بقیه کتابا قراره راجع به تغییر عقیده حرف بزنه، اما هرچی جلوتر رفت احساس کردم اصلا موضوع کتاب تغییر دادن عقیده نیست. موضوعش رابطه‌ایه که ما با یقین داریم. اینکه چرا بعضی از فکرها فقط یه فکر باقی نمیمونن، تبدیل میشن به بخشی از هویت ما. و وقتی یه باور تبدیل به بخشی از هویت آدم میشه دیگه زیر سوال رفتنش هم فقط زیر سوال رفتن یه فکر نیست، انگار خود اون آدم زیر سوال رفته. برای همینم هست که گاهی از یه باور با جون و دل دفاع میکنیم، نه چون مطمئنیم درسته ها، چون احساس میکنیم اگه اون باور فرو بریزه چیزی از خودمونم فرو ریخته. من خودم اینو بارها تجربه کردم، احتمالاً تو هم تجربهش کردی. اونم نه فقط درباره موضوع مهم، درباره قضاوتایی که نسبت به آدما داشتیم یا حتی تصویرایی که از خودمون ساختیم. واسه خودم من این شکلی بود، هر بار که بعدم میفهمیدم ماجرا اونطور که فکر میکردم نبوده، چیزی که بیشتر منو تو فکر فرو میبرد اون قضاوت اشتباهه نبود، این بود که نمیفهمیدم چطور تونسته بودم اینقدر مطمئن باشم. و کل این اپیزود قرار راجع به همین صحبت کنه، اینکه از کجا این همه اطمینان میاد. مدت‌ها فکر میکردم مشکل ما اینه که اطلاعاتمون کمه. فکر میکردم اگه بیشتر کتاب بخونیم، بیشتر یاد بگیریم و بیشتر بدونیم تصمیممون هم بهتر میشه. اما بعد متوجه شدم مسئله اصلا ندونستنه نیست.
مسئله میتونه این باشه که ما بیشتر از این که دنبال فهمیدن باشیم دنبال تایید شدنی. حتما تا حالا برات پیش اومده وسط یه بحث یهو متوجه بشی که دیگه حرف طرف مقابل رو نشنیدی. اون داره حرف میزنه اما ذهن تو جای دیگه ایه. داره برای جمله بعدی آماده میشه. داره دنبال مثال و مدرک میگرده. نه برای اینکه حقیقت رو پیدا کنه، برای اینکه ثابت کنه از اول حق با تو بوده. خیلی موقع هم بعد از تموم شدن اون گفتگو ساعتها تو ذهنمون مرورش کردیم، براش جوابای بهتری پیدا کردیم. حتی گاهی هم به خودمون گفتیم اگه برگردم عقب اون بحث دوباره تکرار شه این بار بهتر از خودم دفاع میکنم. اما واقعا چرا بیشتر از جوابامون به این فکر نکردیم که آیا من واقعا داشتم به حرفای اون آدم فکر میکردم، داشتم بهش گوش میدادم و فقط دنبال جوابای بهتر میگشتم؟ این دوتا با هم خیلی فرق دارن. یکیشون یعنی من هنوز کنجکاو و اما هیچ چیزی برام قطعی نیست. اون یکی یعنی از همون اول نتیجه برای من مشخص شده است. فقط دنبال شواهدی میگردم که تاییدش کنم. تو کتاب دوباره فکر کن آدام گرانت میگه که گاهی ذهن ما شبیه یه واعظ رفتار میکنه. واعظ دنبال کشف حقیقت نیست، دنبال دفاع از چیزی که بهش ایمان داره. هر مخالفتی رو یه تهدید میبینه، هر سوال جدیدی رو یه حمله میبینه. اگه خوب نگاه کنیم میبینیم این فقط درباره مذهبی آدمای متعصب نیست. بارها خودمونم واعظ بودیم. وقتی کسی نظری دربارمون داده که با تصویری که از خودمون داشتیم فرق داشته، اولین واکنشمون این نبوده که بریم به حرفش فکر کنیم. اولین واکنشمون دفاع بوده، نه از حقیقت ها، از تصویری که از خودمون ساخته بودیم. باید بگم ماجرا همیشه هم به اینجا ختم نمیشه. گاهی ذهن از واعظم جلوتر میره. دیگه فقط نمیخواد از خودش دفاع کنه، میخواد ثابت کنه دیگری داره اشتباه میکنه. آدام گرانت اینجا یه نقش جدید رو معرفی میکنه. میگه ذهن شبیه یه دادستان رفتار میکنه. دادستان قبل از اینکه دادگاه شروع بشه تقریبا حکمش رو صادر کرده. فقط دنبال مدرک میگرده. هر چیزی که حرفش رو تایید کنه با ارزشه، هر چیزی هم که خلافش باشه یا نادیده گرفته میشه یا بی‌اعتباره. وقتی این بخش کتاب رو میخوندم ناخودآگاه یاد یه عالم از بحثایی افتادم که هیچ وقت قرار نبوده به نتیجه برسه. چون آدما همدیگر رو نمیفهمیدن، فقط دنبال جوابای خودشون بودن. همه برای دفاع کردن اومده بودن، نه برای فهمیدن. و دفاع کردن و فهمیدن خیلی زیاد با هم فرق دارن. اینجا یه سوال از خودمون بپرسیم. آخرین باری که نظرت رو عوض کردی کی بوده؟ نه که مجبور شده باشی سکوت کنی یا از بحث خسته شده باشی. واقعا نظرت عوض شده. اگه یادت نمیاد شاید باید از خودت بپرسی که چرا؟ یعنی واقعا همیشه حق با تو بوده؟ یا اینکه ذهن ما انقدر ماهره که بلد داستان رو چطوری بسازه که ما ازش محق بیرون بیاییم؟ تو ادامه کتاب یه نقش سومی رو معرفی میکنه، یه نقش جدیدی که برای ما خیلی آشناه، نقش سیاستمدار. ذهن سیاستمدار اونجایی کار میکنه که میبینیم گاهی اوقات ما حرفی رو نمیزنیم چون باورش داریم، حرفی رو میزنیم که بیشتر دوست داشته بشه، بیشتر پذیرفته بشه، بیشتر تحسین بشه. انگار بعضی وقتا حقیقت برای ما مهمترین چیز نیست. مهمترین چیز تصویریه که دیگران دارن از ما میبینن. اگه صادق باشیم میبینیم اینو هم خیلی همون تجربه کردیم. هممون احتمالا خیلی لحظه هایی رو داشتیم که حقیقت رو میدونستیم اما ترجیح دادیم چیزی بگیم که امن تر بمونه، چیزی که کمتر قضاوت بشه، مخالفت باهاش کمتر بشه و کمتر ما رو تو معرض دید قرار بده.
تا اینجا کتاب 3 نقش ذهن رو که برای هممونم آشنا بود معرفی کرد. واعظ، دادستان، سیاستمدار. چیزی که خیلی تو این 3 نظر منو جلب کرد این بود که هر 3 این مدل‌ها جواب داشتن. هیچ کدومشون سوال نمیپرسیدن، هیچ کدوم با کنجکاوی وارد گفتگو نمیشدن. انگار از همون اول تصمیمشون رو گرفته بودن. فقط روش رسیدن به اون تصمیمه بود که فرق داشت. اینجای کتاب یه چراغ دیگه ای تو ذهن من روشن شد. این که مشکلی نیست که گاهی کم فکر میکنیم. مشکل اینه که خیلی موقع‌ها فکر کردن رو زود تموم میکنیم. اگه ذهن ما انقدر راحت از باوراش دفاع میکنه، انقدر راحت دنبال اثبات میگرده و انقدر راحت حقیقت رو با تصویری که از خودش ساخته اشتباه میگیره، پس راه فهمیدنش چیه؟ چجوری میشه یه جور دیگه فکر کرد؟ اینجا بود که کتاب میاد به جای اینکه جواب بده یهو مسیر رو عوض میکنه. به جای اینکه بگه چطور درست فکر کنیم، از آدمایی حرف میزنه که وقتی با یه واقعیت جدید روبرو میشن اولین واکنششون دفاع نیست. اولین واکنششون کنجکاویه. آدام گرانت اسم این ذهنیت رو میذاره ذهنیت دانشمند. شاید برامون این سوال ایجاد بشه که دانشمند بودن که یعنی آدم باید خیلی اطلاعات زیادی داشته باشه. اما چیزی که من فهمیدم این بود که اصلا دانشمند بودن به این که بیشتر بدونی مربوط نمیشه. به نوع رابطه با ندونستن مربوط میشه. دانشمند برای اینکه احساس ارزشمندی کنه لازم نداره همیشه درست بگه. چیزی که براش مهمه نزدیک شدن به حقیقته، حتی اگه این نزدیک شدن از دل پذیرفتن یه اشتباه بیرون بیاد. واقعیتش این نگاه برای من که خیلی تازه بود، چون دیدم بیشتر عمرمون رو اینطوری زندگی نکردیم. از همون سالهای اول مدرسه اشتباه کردن معمولا امتیاز منفی داشت، اما جواب درست دادن تشویق میشد. اون موقع ها یاد گرفتیم که ارزشمون به جواب درست دادنه، نه به سوال درست پرسیدن. شاید برای همینم بود بزرگتر که شدیم هر بار که اشتباه کردیم بیشتر شبیه شکست بود تا یاد گرفتن. در حالی که از نگاه دانشمند اشتباه اصلا پایان مسیر نیست. اشتباه بخشی از خود مسیره. یه جمله مدت‌ها توی ذهنم موند. اینکه آدمای باهوش لزوما اونایی نیستن که کمتر اشتباه میکنن. اونایین که سریعتر متوجه اشتباهشون میشن. اولین باری که این جمله رو خوندم از خودم پرسیدم آخرین باری که با خیال راحت گفتم اشتباه کردم کی بوده؟ نه از روی تعارف یا نه از روی اینکه بحث تموم شه، از ته دل. بعد این خودش تبدیل شد به یه سوال تازه. چرا اصلا گفتن اشتباه کردم اینقدر سخته برای خیلیا؟ شاید چون ما اشتباه بودن یه فکر رو با بی ارزش بودن خودمون اشتباه گرفتیم، در حالی که این دوتا هیچ ربطی به هم ندارن. این که امروز بفهمم دیروز اشتباه میکردم فقط یعنی امروز یه قدم بیشتر از دیروزم رو میبینم، نه که دیروز آدم کم ارزش تری بودم. و فکر میکنم یکی از قشنگترین تفاوت‌های ذهن دانشمند با بقیه اون ذهنا همینه. واعظ از باوراش محافظت میکرد. دادستان از مواضعش مواظبت میکرد. سیاستمدار از تصویرش. اما دانشمند از هیچ کدوم محافظت نمیکرد. چون چیزی که براش مهم بود خود حقیقت بود و گاهی هم حقیقت
از مسیر عوض کردن نظر آدمه که میگذره. از خودم این سوال پرسیدم: اگه قرار باشه از فردا فقط یه چیزی رو تو طرز فکرم تغییر بدم، اون چیز میتونه چی باشه؟ چیزی که این کتاب به من یاد داد خیلی برام ارزشمند بود. این کتاب یه تغییر نگاه به من آموزش داد. اینکه قبل از دفاع کردن کمی بیشتر گوش بدم، قبل از جواب دادن کمی بیشتر فکر کنم و قبل از مطمئن شدن از خودم بپرسم ممکنه چیزی باشه که هنوز ندیده باشمش؟ و واقعیت این که هر بار این اصل رو فراموش کردم، اون من بودم که ضرر کردم. همین سوالای ساده اگه واقعا وارد زندگیمون بشه، نوع گفتگوامون رو عوض میکنه، نوع قضاوت‌هامون رو عوض میکنه، حتی رابطمون با خودمون رو هم تغییر میده. چون خیلی وقتا سخت‌ترین کسی که باید دوباره به حرفش گوش بدیم و دوباره بهش فکر کنیم خودمونیم. حالا که به ابتدای این اپیزود برمیگردم، احساس میکنم باید سوال اولم رو دوباره بپرسم: از کجا مطمئنیم چیزایی که درباره خودمون میدونیم حقیقتن؟ شاید هیچ وقت نتونیم جواب قطعی براش پیدا کنیم، شاید اصلا قرار نباشه جواب قطعی براش پیدا کنیم. شاید فقط همین کافی باشه که هر از گاهی شجاعت اینو داشته باشیم که به بعضی از باورهای قدیمیمون یه سری بزنیم و دوباره بهشون نگاه کنیم. نه که دورشون بریزیم، بلکه مطمئن بشیم هنوز زنده هن، هنوز با واقعیت امروزمون هماهنگن و اگه نیستن اجازه بدیم تغییر کنن. فکر میکنم دوباره فکر کردن قبل از اینکه نشونه باهوش بودن باشه، نشونه فروتنیه، یه جور تواضعه. اینکه بپذیری ذهن تو مثل بدن تو، مثل زندگی تو، یه موجود زنده است که باید رشد کنه و رشد بدون تغییر ممکن نیست. به انتهای خلاصه کتاب دیگه نزدیک شدیم و دوست دارم این اپیزودو با همون سوالی تموم کنم که بعد از بستن کتاب مدت‌ها ذهن خودم رو درگیر کرده بود. اونم این که اگه فقط اجازه داشته باشم یکی از باورایی رو که سالها درباره خودم با خودم حمل کردم رو بررسی کنم، اون کدوم باوره؟ شاید همون جایی باشه که تغییر واقعی شروع میشه. ممنون که تا انتهای این اپیزود همراه من بودین. اگه هنوز کانال رو سابسکرایب ندارین، خوشحال میشم که همراه من بمونید و کانال رو سابسکرایب کنید. تا اپیزود بعدی، خدا نگهدار.